شب 25 و 26 اپریل سال 2023 در قلمرو جماعت یزدگلوم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات مشترک ضد تروریستی به ضد یک اعضای گروه سلاح است که از قلمرو افغانستان وارد این منطقه تاجیکستان شدند شروع شده است. این عملیات با جلب نیروهای الفا اومان صبر تحت رهبری سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان جنرال شریف نظرزاده تا حال ادامه دارد. یک ساکن یزدگلوم که از جریان این عملیات آگاهی دارد روز 26 اپریل به پایگاه خبری بامداد خبر داد که شب از طرف یک دره در نزدیکی دهه موتراون که از بدون مرکز جماعت یزدگلوم تقریبا 7 کیلومتر دورتر است صدای تیرپرانی به اسم می آمد. بنا به اطلاع دریافتی این همصحبت بامداد در نتیجه این عملیات 2 نفر از سلاح دستان به ضرر گردانیده شدند ولی 4 تن دیگر فرار کردند. همصحبت بامداد افزود روز عید رمضان از ساحل دریای پنج 2 کامرای بالون ماشین، 1 سومکه تیر و مقدار مواد ترکنده ترتیل یافتند. از افغانستان توسط همین کامراها گذشتند ولی معلوم نیست که چرا کامراها و تیر و ترتیل را در این طرف مرز پرتافتند و رفتند. به معلومات مقامات در عموم گویا 6 نفر سلاح بدست از افغانستان به این طرف گذشتند و 2 نفر تاجیک و 4 تن دیگرش از افغانستان بودند. جستجوی آنها 5 روز دوام کرد و بالاخره شب 25 اپریل پنهانگاهشان را در یک دره در طرف دهه موتراون آشکار کردند و عملیات سر شد. گفتند که 2 کس را کشتند ولی به 4 نفر دیگر میسر شده است که به طرف کوههای اطراف فرار کنند. عملیات تا حال ادامه دارد و در راه طرف موتراون تکنیک حربی و نیروهای ویژه مسلح زیاد دیده می شوند. در عکس‌هایی که در یزدگلوم در بین مردم چرخ میزنند و بامداد نیز در اول این مقوله نشرشان کرد، کامراها و مواد ترکنده ترتیل در لب دریا یافت شده دیده می شوند. تفصیلات دیگر عملیات هنوز معلوم نیست. مقامات تا کنون درباره این یگان خبر ندادند ولی همصحبت بامداد از قبل منابع خود در مقامات گفت که گویا از پنهانگاه آنها پرچم سیاه جماعت انصارالله پیدا شده است و جنگجویان هم در پیشانیشان لطه‌های با نوشته انصارالله داشتند. سازمان تندرو مذهبی جماعت انصارالله که آن را طالبان تاجیکستان هم مینامند تقریبا سال 2006 از جانب امرالدین تبارف نام یک زاده دهه نورآباد از حساب جنگاوران سابق اتحاد مخالفین تاجیک که سال 1997 با حکومت را نپذیرفتند تشکیل شد. این گروه سال 2010 از خود با یک حمله مرگ طلبانه به بنای ابوب در خوجند درک داد. مقامات تاجیکستان آشوب‌های مسلحانه سالهای 2009، 2010 و 2011 در طویل دره و رش را نیز کار دسته انصارالله مینامند. سال 2015 اساسگزار انصارالله امرالدین تبارف در افغانستان کشته شد و رهبری این سازمان را پسرش محمد شریف ملقب به مهدی ارسلان به دست گرفت. مهدی ارسلان و طرفدارانش از طرف جنوب طالبان افغانستان می جنگیدند و بعد به دست طالبان افتادن حکومت افغانستان بنا به خبرها رژیم طالبان نظارت قسمت‌های از مرز بدخشان افغانستان با بدخشان تاجیکستان را به گروه انصارالله سپرده بودند.